الان که با هم دیگه قهر هستین و فاصله بینتونه، حس حال کیس احساسیتون چجوریه؟ درود، مرستره درخشان افزون فال هستم. دوباره بکوب روی صفحه کد کیهانی 396 رو توی کامنت برای من بنویس. حتما منو فالو کن، چون این فال به نیابت از کسایی داره انجام میشه که من رو فالو دارن. آره نقره خانم، میدونم فالو میکنن. حتما این پست رو هم ذخیره بکن، چون خیلی پر انرژیه. فکر میکرده خیلی داری بهش زور میگی، فکر میکرده خیلی داری منفعت طلبانه باش رفتار میکنی و خیلی خودخواهی، اما به نظرش تو خاص‌ترین آدمی بودی که توی زندگیش بوده. مخفی کاری ازت داشته میکرده. چرا؟ به خاطری که فکر میکرده هر حرفی رو به تو بزنه، هر چیزی رو که به تو بگه، تو میخوای نظر خودتو به زور بهش غالب بکنی. ولی از وقتی که از هم فاصله گرفتین، قهر کردین، بچه ببینید حالت خیلی بدی داره. یعنی جوریه که توی خونه هم، توی خانواده‌ش هم همه متوجه شدن که این آدم یه چیزیش هست، یه کمبودی داره، یه مشکلی داره. و اون مشکل چیه؟ این که تو توی زندگیش نیستی. فوق‌العاده حالت دلتنگی افتاده و اینکه تا 6 وعده آینده حالت این که با هم دیگه آشتی میکنید براتون هست، چون فهمیده تو خیر و صلاحش رو میخواستی، هر حرفی رو بهش میزدی و شاید حتی اگه نظرتون هم با هم متفاوت بوده میتونستین با هم صحبت کنید و با هم صلاح بیان. نیاز نبوده حالا حتما با هم دیگه کات بکنید، با هم دیگه قهر بکنید و هم دیگه رو برنجونین. نور عشق به قلبتون.